بچه‌م بهم گفته بدنش یکی دیده. غلط کردی بدن بچه من دیدی. درست صحبت کن. نه من بس دیگه تو هم. نگاه چی میگه؟ چه میدونم. دفعه آخر که اومده بود خونه ما خوردیم گلدونه که مامان دوست داره افتاد شکست. سر بچه‌م که گلدون شکست. الان دویدم سمتش مثلا میگم اشکال نداره بچه زده زیر گریه میگه مثل مامانم من نندازین تو اتاق تاریک. تو نمیخواد به من تربیت کردن ساکت. و بچه دست خودشو خیس کرد من برشم مردمش دستشویی شستمش بچه میگه عیبه بعد لباسشو شستم 2 ساعت با اتو خوش کردم اینا این مامان شاهده که یه وقت مامانش نمینه تنبیهش کنه یا به قول خودش تربیت. بدنشو دیدم روانی فکرت خرابه. چرا برای پدر مادر شدن ما هیچ امتحانی نباید بدیم؟ چقدر بچه‌ها داغون میشه روانشون در اثر تربیت غلط. خیلی وقتا مثلا پدر مادر تک به تک بگیری خوبن ها، ولی ترکیب اون دوتا یه ترکیب مخربی میشه که عوارضش فقط رو سر بچه خالی میشه.